بله، توی این ویدیو قرار با هم در مورد کلبه وحشت انزلی صحبت کنیم و خلاصه یه سفری به اعماق کلبه، داستان‌های کلبه وحشت انزلی بزنیم و ببینیم که داستانش چیه، چه اتفاقی براش افتاده و مثلا متعلق به چه دوره‌ای بوده، مال کی بوده و اینجور داستانا و دلیل متروکه شدنش الان چیه. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون می‌خوام که این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید و ویدیوی اون زنگوله کنارش حتما فعال کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس داستان کلبه وحشت انزلی برمیگرده به 200 سال پیش، یعنی این خونه حدود 200 سال پیش ساخته شده و میگن که این کلبه متعلق به عزت‌الملوک ساسانی بوده و زمانی که همه خونه از کاه و گل درست شده بوده، این خونه از آجر و آجر اینجور داستانا درست شده و دیگه خلاصه به حالت قصر تبدیل شده که الان بعد 200 سال تازه داره مخروبه میشه، یعنی اینقدر این خونه رو محکم درست کرده بودن. و حالا مردم زمان قدیم اون روستا حرفای عجیبی در مورد همون کلبه میزدن. یکی از حرفای عجیبش این بوده که هیچ کس جرأت اینو نداره که شب رو داخل کلبه بخوابه. در سال 1365 4 پسر دانشجو تصمیم میگیرن که یک شب اونجا بخوابن و این 4 پسر از حرفهایی که مردم روستا در مورد کلبه زدن با خبر و مطلع بودن و هدفشون از اومدن به این خونه این بوده که در مورد این شایعات و این چرت و پرتایی که در مورد کلبه میگن پایان بدن و بگن که اینا همش چرت و پرت بوده، یعنی شب برن صبح بیان بیرون و به اهالی روستا بگن که ما سالمیم و هیچ اتفاقی نیفتاد و اینا همشون حقه. اونا میرن داخل کلبه و شب اونجا میخوابن و صبح که میشه هیچ خبری ازشون نمیشه و اهالی روستا میگن که چی شد، از اینا که هیچ خبری نشد و اینجور داستانا، چرا این 4 پسر نیستن و خلاصه تصمیم میگیرن وارد کلبه بشن. وقتی نزدیک کلبه میشن و میرن داخل کلبه و در یکی از اتاقهای کلبه رو باز میکنن با یه صحنه وحشتناک مواجه میشن. اونا وقتی که در اتاق رو باز میکنن با از پسرها میبینن که به دلیل نامعلوم از کلبه فرار کرده و یکی از اونا دچار توهم و دیوانگی شده و اون یکی و اون بقیه پسرها، یعنی اون 2 پسر باقی موندن، سکته قلبی کردن و اون پسری هم که مشکل دیوانگی و روانی شده بوده هی داد میزد و میگفته که کار من نبود، به خدا من نبودم و اینجور داستانا و دیگه خلاصه میشه گفت 3 تاشون نابود شدن. البته هر 4 تاشون نابود شدن ولی خب دیگه و 4 سال بعد، یعنی در سال 1369 3 تا دختر تصمیم میگیرن وارد این کلبه بشن و اونا هم مثل پسرها میگفتن که این همش خرافات و چرت و پرته. اونا تصمیم میگیرن وارد خونه بشن و شب رو اونجا بمونن، اما چون به خاطر حادثه بدی که برای پسرها میفته در اون کلبه رو پلو میکنن و اونا مجبور میشن که شب به صورت مخفیانه وارد اون کلبه بشن و شب تا صبح اونجا بمونن و فردا صبح وقتی یکی از اهالی روستا از کنار کلبه رد میشه تا بره سر کار، یه دونه دختر کنار کلبه میبینه که با چشمانی ترسیده و هراسو اینجا به کلبه اشاره میکنه و میگه که و هیچی نمیگه و خلاصه اون مردم یکم میترسه و میره اهالی روستا رو صدا میزنه و اهالی روستا تصمیم میگیرن وارد کلبه بشن، پلم به در رو بکنن و خلاصه وارد کلبه بشن. وقتی که وارد کلبه میشن و در یکی از اتاق‌ها رو باز میکنن، باز هم با یه صحنه به شدت وحشتناک مواجه. اونا میبینن جنازه یک دختر در حالی که سکته قلبی کرده و مرده در داخل کلبه افتاده و دختر دومی هم به یه دلیل عجیبی دیوانه میشه. ولی جنازه دختر بعدی کجاست؟ اینا که 3 تا دختر بودن، شاید باورتون نشه و اصلا بگید چرت و پرت، اما جسد اون دختر سومی رو بعد از چند وقت 200 متر اونورتر از کلبه پیدا میکنن و اون دختری هم که دیوانه شده بوده بعد یه مدت چون مریضی و اینجور، بعد از یه مدت که مریض میشه و افسرده میشه و اینجور داستانا، دست به خودکشی میزنه و این 2 داستان بچه‌ها معروفترین و بهترین داستان در مورد این کلبه بود و اینکه این داستانا واقعی هستش یا نه رو خدا میدونه. که خب بچه‌ها اینم ویدیوی امروزمون بود. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه چیز دیگه در مورد این کلبه میدونین یا سوالی داشتین
حتما توی کامنت رو بنویسید و مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.